نهضت اسلامی تاجیکستان 25 سال مقدم تأسیس یافته است و طول این 4 عصر راه‌های پرپیچ‌وخم مبارزه سیاسی را طی نموده به کمالات رسیده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ابتدای فعالیت تا به حال به خاطر استقلالیت سیاسی و یکپارچگی کشور، وحدت ملی، احیای ارزش‌های والای اسلامی و ملی و آزادی عقیده مبارزه پیگیرانه می‌نماید. آبرو و احترام و نفوذ روزافزون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دشمنان و بدخواهان ملت و اسلام را به هراس آورد. دشمنان جنگ شهروندی را در کشور برافروختند و آن سال چند ادامه یافت. اما رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به خاطر دفاع از مرز و بوم، استقلالیت سیاسی و حفظ جان مردم عادی برخاسته بودند، پیوسته کوشش‌ها به خرج داد تا آتش نزاع در تاجیکستان اذیت کشیده خاموش گردد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بنیاد سیاسی و نظامی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را تشکیل می‌داد، به خاطر رسیدن به صلح و آشتی ملی به گذشت‌های پی در پی راه داد و دست صلح و سازش را به طرف مقابل دراز نمود. روند مذاکرات صلح تاجیکان بیش از 3 سال ادامه یافت. مذاکرات در ایران و پاکستان، افغانستان و قزاقستان، قرقیزستان و روسیه و ترکمنستان برگزار گشتند. اما ملاقات خوسده که ماه دکبر سال 1996 در شمال دولت اسلامی افغانستان برگزار شد، گردش کلی را در روند مذاکرات صلح تاجیکان ایجاد نمود. در این ملاقات استاد سید عبدالله نوری، رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و امام علی رحمانوف، رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام داشتند که از روز 12 دکبر سال 1996 عملیات‌های نظامی را قطع نموده، مسئله‌های مبرم سرنوشت تاجیکان را با راه گفت و شنید، با راه مسالمت آمیز حل می‌نمایند. به خاطر نجات ملت از گرداب مشکلات به میان آمده و تأمین وحدت ملی در کشور، طرف‌ها همچنان نیت کردند که در تمام دوره بعدی گفت و شنیدها آتش بس اعلام می‌نمایند. پس از ملاقات خوسده افغانستان روز 23 دکبر سال 1996 در شهر مسکو از طرف رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، پروتکل درباره وظیفه و صلاحیت‌های کمیسیون آشتی ملی به امضا رسید. 21 فوریه سال 1997 در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران ملاقات نوبتی رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک استاد سید عبدالله نوری با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف برگزار گشت که طی آن نظامنامه کمیسیون آشتی ملی به امضا رسید. در نظامنامه مذکور تشکیل کمیسیون آشتی ملی، وظایف آن، وکالت‌های کمیسیون و مسائل وابسته به تأمین امنیت اعضای آن درج یافته است. امضای این سند در حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای علی اکبر ولایتی، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد جناب گیر دیتریخ میرن و نمایندگان کشورهای کفیل صلح تاجیکان صورت گرفت. با مقصد دریافت صلح و رضایت ملی در تاجیکستان، رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان تحت سرپرستی به واسطه استاد سید عبدالله نوری برای ملاقات مسکو آمادگی جدی گرفتند. هیئت رهبری اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به پایتخت فدراسیون روسیه تشریف آورد و مورد استقبال گرم رهبران دور این کشور بوریس یلتسین و ویکتور چرنومیردین قرار گرفت. روز 27 یونیو سال 1997 روز فراموش ناپذیر و تقدیرساز برای تاجیکان می باشد. پس از 5 سال مقاومت شهروندی که در تاریخ بسیار عصری کشور ما یکی از صحیفه های پرفاجعه ترین می باشد، روز امید، باوری به عقل که سالها مردم انتظارش بودند فرا رسید.
در رسیدن به این روز صلح و آشتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خصوص رهبر آن استاد سید عبدالله نوری نقش مهم و ارزنده را بازیده است. امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در مسکو در روحیه با تنتنه در حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای کفیل صلح تاجیکان و سایر سازمانهای بین المللی دایر گشت. استاد سید عبدالله نوری و امام علی رحمانوف ضمن امضای سازشنامه ابراز داشتند که طرفها به مرحله نوی با مسئولیتی در حیات تطبیق نمودن سازشنامه عمومی قدم گذاشتند و برای دریافت هرچه زودتر صلح و رضایت ملی در کشور کوشش‌ها به خرج خواهند داد. رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بوریس یلتسین ضمن سخنرانی تبریکی سهم ارزنده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و به خصوص رهبر آن استاد سید عبدالله نوری را قید نموده از جمله چنین گفت: Уважаемый руководитель объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури, уважаемые министры иностранных дел, государств, гарантов, уважаемые высокие представители Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Исламская конференция. Уважаемый, подписан документ между президентом Республики Таджикистан и Объединенной таджикской композицией и специальный представитель Организации Объединенных Наций в Таджикистане о общем соглашении установления мира и национального согласия в этой стране. با افتخار امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه مجلس ضیافت راست که در آن هیئت‌های رهبری جانب‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و کشورهای کفیل صلح تاجیکان شرکت داشتند. در جریان امضای سازشنامه عمومی طرف‌ها همچنان پروتکل همدیگر فهمی را به امضا رسانیدند و عهدهدار شدند که اسیران نظامی حکومت با محبوسان سیاسی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک تبادله گردند. پس از امضای سازشنامه خوسته، نهضت اسلامی تاجیکستان هیئت سیاسی و نظامی خویش را تحت سرپرستی دولت عثمان معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جمهوری روانه کرد که این هیئت بر تطبیق سازشنامه ها و خصوص بر تبادله اسیران نظامی با محبوسان سیاسی سهم ارزنده ایفا کرد. هیئت مذکور طی مدت کوتاه بیش از 1000 اسیر نظامی حکومت را که در جریان محاربه ها به اسارت افتاده بودند با تعداد از محبوسان سیاسی تبادله نمود. با امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در مسکو، کمیسیون آشتی ملی به فعالیت خویش پرداخت. جلسه نخستین کمیسیون آشتی ملی برای بررسی و به پارلمانت تاجیکستان پیشنهاد کردن قانون عفو عمومی در شهر مسکو برگزار گشت. روز 12 سپتامبر سال 1997 اعضای کمیسیون آشتی ملی از جانب اینات تحت سرپرستی استاد سید عبدالله نوری به وطن بازگشت. رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و هیئت همراهان او از طرف رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف به حضور پذیرفته شد و جانبها پیرامون تطبیق سازشنامه ها و گسترش روند صلح صحبت ها داشتند. آنها ابراز نمودند که هدف اصلی جانبها احیای تاجیکستان و برقراری در کشور می باشد. آشتی ملی
که به دست آمده است هم برای مردم، برای ملت تاجیک، برای شهروندان تاجیکستان، صرف نظر از آن که از کدام ملت هستند، یک هدیه مقدس و نعمت بزرگی است از جانب خداوند که برامون ارزانی شده است. باید همه با هم دوش به دوش یکدیگر بیستیم و این آشتی ملی را که اساسی نجات ملت و کشورمون است باید که حفظ کنیم، از آن قدردانی کنیم. آن چیزی که ما پای قریب شده از 3 سال که گفتشونی داشتیم، آن چیزی که به امضا رسیده بود دایر به همه این موضوع صحبت داشتیم و ما هر دو به یک اتفاق رسیدیم که از چی شروع میکنیم، زینه به زینه با کدام چی باید برسیم. همه اون مقصد هایی که ما داریم برای وحدت و احیای تاجیکستان ما یک هستیم. انشاءالله اون چیزا هم دایر موضوع ما به اتفاق میرسیم، گفتشنی داشتیم، صحبت داشتیم. در اصارات یک جایی ما آمده است که در آینده ما یک جایی به مقابل قوه هایی که ضد شرطنامه صلح و صلاح در تاجیکستان است یک جایی مبارزه میبریم. سپس هیئت پررأی کمیسیون آشتی ملی در قصر رئیس جمهوری تاجیکستان دور هم آمده راجع به فعالیت آیندهشان تبادل افکار نمودند. در این نشست نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، سازمان‌های بین المللی، کشورهای کفیل صلح تاجیکان و رسانه‌های خبری جهان شرکت داشتند. جلسه دوم کمیسیون آشتی ملی در بنای کمیسیون در مهمانخانه وخش تحت ریاست استاد سید عبدالله نوری و شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، مهمانان خارجی و داخلی برگزار گشت. کمیسیون آشتی ملی به خاطر حل مجموعه پرابلم‌های وابسته به آشتی ملی تأسیس یافت و برای فراهمسازی فضای باوری و همدیگر بخشی مساعدت نمود. با سعی و کوشش جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و به خصوص اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کمیسیون آشتی ملی پس از 2.5 سال فعالیت روند صلح و رضایت ملی به مرحله نهایی خود وارد گشت و کمیسیون آشتی ملی صرف نظر از همه مشکلات توانست وظیفه‌های برداشت گرفته را انجام دهد. هرچند از اجرای بیچون و چرای اسناد گوناگون سازشنامه‌ها نمیتوان سخن گفت، اما یکی از طلب‌های اساسی سازشنامه صلح و رضایت ملی صلح و آرامی در کشور فراهم آمد که آن دستاورد بزرگ کام و به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. موافق پروتکل آید به مسئله های سیاسی جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک نمایندگان خویش را به ساختار حکومت اجرایی سطح عالی و محلی پیشنهاد نمود. از جمله نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صفت سرور وزارتخانه ها و کمیته های حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین گشتند و در امر تطبیق برنامه‌های حکومت و تحکیم صلح و آرامش در کشور سهم خود را گذاشتند. بر اثر حادثه ها عده زیادی از هموطنانمان به دولت اسلامی افغانستان و سایر کشورها هجرت نمودند. طی سالیان هجرت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت مهاجرین و کمک‌های مادی و معنوی به آنها سعی و تلاش‌های زیادی به خرج داده است. رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک هنوز ماه ینور سال 1997 مسئله بازگشت شرافتمندانه مهاجرین را مورد بحث قرار داده پروتکل آید و مسئله های مهاجرین را به امضا رسانید.
محض با کوشش و تلاش‌های پیگیرانه رئیس کمیسیون آشتی ملی استاد سید عبدالله نوری و اعضای زیر کمیته مهاجرین هزاران هزار نفر از غربت به وطن بازگشتند و مسئله بازگردانیدن مالکیت و منزل زیست با جای کار تأمین نمودن مهاجرین و تأمین حقوق‌های آنها مورد اجرا قرار گرفتند. در امر بازگشت مهاجرین به وطن سازمان‌های بین المللی و وزارت شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز سهم گذاشتند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارای ارتش نظامی قوی و آزموده بود، اما به خاطر صلح و آرامی کشور از مبارزه مسلحانه دست کشید و موافق پروتکل عاید به مسئله‌های نظامی رزمندگان خویش را از دولت اسلامی افغانستان به تاجیکستان انتقال داد. ارتش نهضت اسلامی تاجیکستان نیروهای نظامی خود را برای وارد شدن به ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان آماده ساخت و طی 2 سال اخیر حدود 6000 نفر از رزمندگان آن از طرف هیئت‌های مشترک کمیسیون آشتی ملی، ستاد مرکزی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، ناظران نظامی سازمان ملل متحد با ثبت نام، معاینه طبی و اتستاسیا فراهم گرفته شدند. مسئله همایش و یا رeintegraسی سابق رزمندگان ارتش نهضت اسلامی تاجیکستان در جلسه‌های مشترک با نمایندگان وزارت‌های قدرتی حکومت و شرکت نمایندگان سازمان‌های بین المللی مورد بحث قرار می‌گرفتند. تا به حال حدود 4000 نفر رزمنده ارتش نهضت اسلامی تاجیکستان به ساختارهای نظامی وزارت‌های امور داخله و دفاع، حالت‌های فوق‌العاده و کمیته حفظ سرحدات جمهوری وارد گشتند. با سعی و کوشش اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در کمیسیون آشتی ملی، قانون عفو شرکت کنندگان مقاومت‌های سیاسی و نظامی در تاجیکستان و سند همدیگر بخشی از طرف کمیسیون آشتی ملی قبول کرده شد و مورد اجرا قرار گرفت. در نتیجه هزاران تن از شرکت کنندگان مقاومت‌های سیاسی و نظامی عفو گشته، صدها تن از محبوسین سیاسی از زندان‌های حکومت آزاد کرده شدند. رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی استاد سید عبدالله نوری در تطبیق این امر خیر سهم گرفته شخصا در آزادسازی زندانیان شرکت ورزیدند. با امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی، آبرو و اعتبار اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عرصه بین المللی به مراتب افزوده است. کشورهای جهان و محض کشورهای درگیر جنگ شهروندی صلح تاجیکان را به حیث نمونه از صلح و سازش پسندیدند. شرکت بواسطه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس کمیسیون آشتی ملی استاد سید عبدالله نوری در کنفرانس‌های بین المللی گواهی روشن آبرو و اعتبار روح افزون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. 25 نوامبر سال 1997 در شهر وین کشور استریا کنفرانس بین المللی دولت‌های مبلغ‌گذار پشتیبان از صلح و رضایت ملی در تاجیکستان برگزار گشت. در کار این کنفرانس نمایندگان 60 دولت و 30 سازمان بین المللی شرکت داشتند. استاد سید عبدالله نوری راجع به فعالیت کمیسیون آشتی ملی، اجرای قانون عفو شرکت کنندگان مقاومت‌های سیاسی و نظامی، بازگشت مهاجرین، همایش سابق رزمندگان ارتش نهضت اسلامی تاجیکستان به ساختارهای حکومتی گزارش ارائه نموده به خاطر حفظ دستاوردهای صلح و رضایت ملی و پیشرفت اقتصادیات جامعه تاجیکستان از کشورهای شرکت کننده دعوت به عمل آوردند تا آنها از صلح تاجیکان پشتیبانی نمایند. من رئیس کمیسیون آشتی ملی، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان و یک شخصیت مذهبی به خود درک میکنم که امروز شما
و در سیمای شما تمام جامعه بین المللی دانستید که من و همه نیروهای سیاسی که از آنها نمایندگی میکنم چه هدف دارم. برایتان از این منبر عالی و با صراحت و با کمال مسئولیت اعلام می‌دارم که ما در کشورمان جامعه دموکراتیک ساختنیم و ایمان کامل داریم که در آن برای تمام نیروهای سیاسی و برای تمام نمایندگان تمام ملیت‌ها صرف نظر از اعتقاد سیاسی و مذهبی آنها جای خواهد شد. ما هیچ اعتقاد سیاسی و دینی خدا مقصد کسی گروه جامعه تحمیل دارنی نیستیم. ما با قانون و قانونگذاری موجوده کشورمان و حقوق بین المللی احترام می‌گذاریم و در چارچوبه آنها رعایت خواهیم کرد. در نتیجه کار کنفرانس کشورهای مبلغ پشتیبان از صلح و سازش تاجیکان مبلغ بیش از 56 میلیون دلار برای آبادی و آرامی و تطبیق سازشنامه‌ها جدا نمودند. کنفرانس دوم کشورهای مبلغ‌گذار عاید به پیشرفت تاجیکستان 18 می سال 1998 در شهر پاریس برگزار گشت که در کار آن رئیس کمیسیون آشتی ملی استاد سید عبدالله نوری یکجا با رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. کنفرانس پاریس تحت وسایط سازمان ملل متحد و بانک جهانی صورت گرفت و نمایندگان 25 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی راجع به حفظ صلح و رضایت ملی و پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان ابراز عقیده نمودند. در کنفرانس بین المللی پاریس نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حکومت جمهوری تاجیکستان جناب دولت عثمان وزیر اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی راجع به برنامه مبلغ گذاری و نیاز جمهوری به کمک‌های کشورهای جهان جهت رشد اقتصادیات تاجیکستان سخنرانی نمود. استاد سید عبدالله نوری نیز راجع به تحکیم صلح و آرامش در کشور ابراز عقیده نموده جانبداری اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای پیشرفت اقتصادی و جلب سرمایه خارجی اعلام داشتند. کشورهای مبلغ‌گذار شرکت کننده کنفرانس بین المللی پاریس برای حفظ صلح و آرامی و پیشرفت اقتصادی تاجیکستان مبلغ 60 میلیون دلار جدا نمودند. پس از انجام کار کنفرانسی پاریس استاد سید عبدالله نوری و امام علی رحمانوف از جایهای دیدنی پاریس این زیبا شهر دنیا بازدید به عمل آوردند. آبرو و اعتبار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به خصوص رهبر آن استاد سید عبدالله نوری که کفیل صلح و رضایت ملی و آرامی تاجیکستان گشتند همه روزه میان عامه می‌افزاید. پس از بازگشت به وطن هیئت رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت سرپرستی استاد سید عبدالله نوری به گوشه‌های گوناگون کشور بدخشان و ختلان، خوجند و نواحی تابع جمهوری سفر نموده با مردم ملاقات‌ها دایر نمود. طی این ملاقات‌ها راجع به تحکیم صلح و آرامش در کشور و بیرون بردن جامعه از فقر و بی‌نوایی که یکی از آرمان‌های اساسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد صحبت‌ها آراسته شد. در همه گوشه و کنار جمهوری مردم از هیئت رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استقبال گرم و صمیمی به عمل می آورند.